السلام علیکم عزیزان. اینک در ولایت نازنین ما در شهر پریخانه فرغانه باز یک انجمن محتشم بین الخلقی فورم بین الخلقی اینوستیسیونی فرغانه 2019 این گزارش ما در همین خصوص با ما بمانید. اعتراف باید کرد با طفیل سیاست شفاف داخلی و خارجی راهبر دولت ما سالهای آخر اعتبار دایره های سیاسی، شرکت های با نفوذ مالیوی و اقتصادی جهان، سرمایه گذاران صاحب صلاحیت به ازبکستان به کرت افزود. در گوهر وادی فرغانه برگزار گردیدن فوروم بین المللی اینوستیسیونی فرغانه 2019 ثمره اراده سیاسی و تلاش پیوسته راهبر دولتمان در راه وسعت بخشیدن همکاری های طرفین سودمند با کشورهای دور و نزدیک خارجی، فراهم آوردن محیط و شرایط مساعد اینوستیسیونی، جلب سرمایه گذاران و با این وسیله برداشتن صلاحیت اقتصادی مملکت به خاطر بهداشت روزگار مادی و معنوی مردم می باشد. بعد از روی تعامل ملی و اجدادی با احترامانه پیشواز گرفتن میهمانان در مرکز تدبیرکاران ولایت با اشتراک سرمایه گذاران خارجی و کورپوس‌های دیپلماسی انجمن آغاز گردید. وادی فرغانه، خاصتاً ولایت فرغانه، وادی امکانیت هاست و این حقیقتی عادی در معروضه و صحبت‌های سرمایه‌داران وطنی و خارجی تأکید و اعتراف کرده شد. در اینجا از بسیار کشورهای خارجی مهمانان، تدبیرکاران، صاحبکاران، دایره های کارچلان حضور دارند و آنگونه که راهبر دولت ما تاکید کرده بود ما باید پیش از همه همکاری ها را با کشورهای همسایه، دوستان و برادران ازلی آغاز کنیم و از این جهت بین تاجیکستان و ازبکستان خاصتا بین ولایت فرغانه و ولایت سوخت الک همکاری ها خیلی رواج یافتند. خوش آمدید به فرغانه. مقصد از این تشریف، مقصد از این آمدن چه بود؟ پیش از همه تشکر که ما امروز در این فورم بین المللی خیلی با نفوذ شرکت داریم. در عرفیت یک مقاله هست میگویند که همسایه نیک به از خویش دور. به این معنی امروز خداوند خودش الکی ما رو به هم سرحد کرده است، همسایه کرده است و این خود الکی یک نشانی نیک است، پل نیک است برای همکاری کردن. اصلا در سیاست مسئله های اقتصادی با یک مرام و مهلت های خود تدریجاً انکشاف می‌یابند و به این معنی من موقع شخصیت رو در تاریخ قید کرده نیستم. من چی رو در نظر دارم؟ من پیش از همه موقع استوار و خوشبینی پرزیدنت محترم ازبکستان که توانستند در طول خیلی کوتاه بین این دو جمهوری یعنی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان تمام رشته های علاقه هم اقتصادی و هم سیاسی را برقرار نمایند. در فوروم از 28 کشورهای خارجی از قبیل کره جنوبی، خیتای، شاهیگری عمان، ایران، روسیه، ترکیه، بلاروس، هندوستان و کشورهای همسایه سرمایه گذاران با نفوذ و سفیران اشتراک نمودند. اعتبار سرمایه گذاران خارجی را نمایشگاه محصولات صنعتی و هنرمندی و کشاورزی ولایت جلب نمود. اویدی امروزه مقصد و مرامی که از راهبران این دو دولت سرچشمه میگیرد این به تیزی برقرار نمودن مناسبت های اقتصادی است. و این معنی کارخانه مو اساسیاسیون کیدر امروز بسیار منفعت های خود را در جمهوری ازبکستان و خصوصا در ولایتی با ما همسرحد فرغانه خیلی زیاد در نظر دارد و ما با پیشنهاد و تکلیف ها و شنیدن برعکس پیشنهادهای همکاران خود از وادی فرغانه درستش ولایت فرغانه اینجا حاضر هستیم و باوری کامل داریم که در روند واخوری ها با همکاران خود در از
این ولایت و دیگر ولایت‌های جمهوری ازبکستان حتما با سطح امضا رساندن شرطنامه‌های همکاری میرسیم. ما می‌دانیم که شما یک صاحب کار زیرک هم هستید و مورد شناس هم هستید، چون که این صفت یک صاحب کاری است. صاحب کار البته از هر کجایی که رفت منفعت می‌خواهد تا منفعت‌ها طرفین باشد. مشخصاً کدام جهت‌های فرقانه شما را بیشتر جلب کرد؟ وقتی که ما اینجا آمدیم همین سحر راس فور بودیم، حتی مدنیتی استفاده بری زمین خیلی نظر رس است. حتی از همین یک عنصر خیلی مایده میتوان با مردمی مهنت قرین وادی فرغانه و خصوصا ولایت فرغانه بها داد. تا چه اندازه یعنی سطح بلندی استفاده بری زمین، تا چه اندازه تمام کشتارها با در اساس طلبات‌های زمانوی یعنی اگرتکنیکی کار کرده شدند، تا حتی درخت‌های میوه دهنده یا پخته‌ای که مثلا امروز یکی از محصولات استراتژی جمهوری‌های ما محسوب می‌شود، همون خود البته نشان دهنده مدنیتی مردمی فرغانه را اثبات می‌کنند. و از پدران از باباهای خود ما شنیدیم که 100 سالها بین این دو مردم خصوصا مردم فرغانه علاقه‌های اقتصادی وجود داشتند و حتی نه تنها در داخل بلکه از طریق یعنی وادی فرغانه که ما امروز در اینجا زیست و زندگی داریم، یکی از شاهراه‌های جهان یعنی راه ابریشم میگذشت و البته عنصرهای این راه بزرگ ابریشم رو امروز نیز ما می‌بینیم در اطلس و ادرس فرغانه، در استحصال محصولات‌های گوناگونی مثلا هم ساحه کشاورزی و هم صنعتی که امروز به تمام جهان منظور گشته است. در جریان فوروم بین یک قطار دایره‌های کارچلان و کارخانه‌های با نفوذ استحصالی شرطنامه و پیمان‌های طرفین سودمند به امضا رسید. در هیئت وکیلان کشورهای خارجه نه تنها صاحبکاران و دایره‌های کارچلان بلکه خادمان واسطه‌های اخبار عاموی، عالمان، زیایان و ایجادکاران هم هستند. البته این سبب معین دارد. ما اقتصادیات را بدون بنیاد معنویت تصور کرده نمیتوانیم و اگر معنویت ما بالا رفت اقتصاد نیز بالا می رود. اگر همبستگی و دوستی و رفاقت باشد همکاری رواج می یابد، دسترخوان ما پرفیض می شود. فورум имрӯз фаъолияти худашро кори худашро оғоз кард ва аз оғози форум маълум аст ки бисёр як майдон барои ҳамкориҳо асту ва мо умед аз он дорем ки дар ин форум намояндаҳои вилояти суғ низ иштирок дорем ва фикр мекунам ки мо бо дастовардҳои бузург ба ватан бармегардем. Я благодарен судьбе за то, что она мне предоставила сегодня возможность быть здесь у наших друзей, у наших братьев ферганских и принимать участие в работе Ферганского международного инвестиционного форума. Больше всего, как я сказал, я рад встрече с друзьями, с людьми, очень близкими нам по культуре, по духу. И здесь сегодня было подчеркнуто, что взаимоотношения в Центральноазиатском регионе вышли на совершенно новый, самый высокий уровень. Это очень важно, и очень важно нам всем этот уровень поднимать еще выше. Поэтому спасибо большое за приглашение. در دایره فوروم برای وکیلان واسطه‌های اخبار عاموی وطنی و خارجی کنفرانس مطبوعات برگزار کردید. این انجمن خیلی پرمحصول گذشته ایستاده است با اشتراک یک قطار ژورنالیستان، خادمان وسایل اخبار عاموی خارجه. مرحمت فکر و اندیشه شما را درباره فورم امروز این انجمن فهمیدن می‌خواستم. واقعا هم این فورم بین المللی اینوستیسیونی فرغانه 2019 در به هم آوردن بسیار صاحبکاران، تاجران و همچنین برای بنیاد یافتن کارخانه‌های مشترک خیلی مساعدت خواهد کرد، چون در این فرغانه که خیلی صلاحیت اقتصادیش هم باید میتوان در اینجا کارخانه‌های خیلی نو و زمانوی بنیاد کرد و میتوان در اینجا
جایهای نوی کار برپا نمود و آمدن بسیار مهمانان از کشورهای دور و نزدیک به شهر فرغانه و شرکت آنها در این فروم بین المللی فکر میکنم خیلی یک حادثه مهم به شمار می رود. ما واقعا هم به اینوستیسیه های خارجی یا سرمایه های خارجی نیاز داریم و اگر هرچی بیشتر این سرمایه ها به فرغانه، به ولایت فرغانه جلب کرده شوند، صلاحیت اقتصادی این ولایت باز هم به بالا خواهد رفت. من در همون معروضه هایی که از طرف مهمانان و میزبانان در آنجا مطرح گردید، این نکته چند بار تکرار یافت و بار دیگر من هم خودم اطمینان حاصل کردم که امروزها صلاحیت اقتصادی فرغانه واقعا با حضور چندین کارخانه هایی که با سرمایه گذاری خارجی مثلا در اینجا بنیاد یافته است باز هم بالا رفته است و دقت خیلی سرمایه گذاران خارجی به فرغانه نگرانده شده است که این خیلی یک حادثه مهم است، چون آمدن آنها نه فقط این بنیاد کارخانه ها را تأمین می کند، یعنی کارخانه های مشترک به وجود می آیند، همچنین حتی این چیز صلاحیت سیاحی را هم خیلی افزون می گرداند. مهمانان در دوام 2 روز در شهر فرغانه با فعالیت یک قطار کارخانه های استحصال شناس شدند و جایهای بدقت سزاوار را تماشا کردند. هر آن نقشه، هر آن امید، هر آن نیتی که شما را به فرغانه آورد جامعه عمل می پوشد، چرا که امروز تمام درهای امکانیت ها گشاده شده است و واقعا یکی از برآمد کنندگان تاکید کردند که وادی فرغانه و خصوصا ولایت فرغانه این وادی امکانیت هاست. در برابر ابراز منتداری از نام تمام هیئت با نفوذی یعنی ولایت سوخت، همچنین به مردم مهنت قرین و سربلند و با آبروی فرغانه، شهر فرغانه سلام و درود و منتداری خویش را بیان نمایم. خدا کند که رفت آمدهای ما به درجه رسیده باشد که خشته باشیم. شکر خدای مهربان یاری و یاران میرسد. دی ماه کین آمد بسر پیکی بهاران میرسد. با دست مهر و عاقبت درهای دل بگشودند، بر روی هم در بندی ها دیگر به پایان میرسد. از دوری خویش و تبار ناری قیامت بود به دل، باران رحمت تا لب دلهای بریان میرسد. جان برادر تو بیا دل را به دل واصل کنیم، دلها اگر یک تا شود انجام هجران میرسد. ما بر نمی آرم اگر از یک گریبان سر برون، دشمن سری ما میخورد خون تا گریبان میرسد. جای گریبان ها اگر گیریم دستی همدیگر، اوج و برار کار ما تا تار کیهان میرسد. تا کی همه گیری عبس از دامن آب و زمین، از دامن همت بگیر هم آب و هم نان میرسد. ازبک و تاجیک از ازل 200 یک بیت غزل، زین بیت چون شیر و شکر قندی فراوان میرسد.